شب 31 اکتبر در نتیجه برخورد دو ماشین بورکش داف و ولوو در کنار شهرک دوبیک در حدود نویه کراسنی در نزدیکی شهر سمار روسیه یک شهروند 30 ساله تاجیکستان به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع خبرگزاری محلی 63 رو، این مهاجر تاجیک در مرز قزاقستان روسیه به ماشین ولوو که یک شهروند قزاقستان ادارش میکرد و به طرف تلیت میرفت سوار شده است. از قضا ضربه اساسی به طرف روس آمد که این مسافر تاجیک نشسته بود. برای بیرون کشیدن جسد او نجات بخشان قریب 1.5 ساعت صرف کردند. بنا به اطلاع 63 رو، پلیس حالا سبب این صدمه مرگاور شب 31 اکتبر در کیلومتر 9 روی گردوگرد شهر سماره را تحقیق میکند. در خدمات مطبوعات سرریاست کارهای داخلی ولایت سماره در شهر این حادثه گفتند دو ماشین بورکش در راست شهرک دوبکی به هم برخوردند. فور ولوو به سیسترن داف که در کنار راه به حرکت ایستاده بود برخورد است. در نتیجه مسافر ولوو یک مرد 30 ساله به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع نجات بخشان ماشین داف گاز میکشاند، ولی خوشبختانه در پی صدمه گاز این ماشین نترکیده است. به گفته نجات بخشان ضربه اساسی را طرف مسافرنشین ماشین ولوو قبول کرده است. این مسافر جراحت برداشت که زنده ماندنش امکان نداشت. برای بیرون آوردن جسد او نجات بخشان را دعوت کردند. اتریاد جستجویی و نجاتدهی ولایت سماره با کمک دستگاه‌های گیدرولیکی به بریدن کابین ماشین سر کردند. این کار تا ساعت 5:32 دوام کرد. خبر دادند نجات بخشان هر سال بیش از 1 میلیون یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تامین روزگار خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری می‌روند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علت‌های گوناگون ترک این دنیا می‌کنند. صدمه‌های نقلیاتی در برابر فلاکت‌ها در جای کار یکی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود.